این آیه انا لله و انا الیه راجعون رو تو پس زمینه سیاه نذارید تو رو خدا. میدونم که سیاه را رنگ غم میدونید، اما این آیه اصلاً غمگین نیست. مرگ ظاهرش رفتنه، اما این آیه از بازگشت حرف میزنه، اون هم به سوی الله. مگه این نیست که برای تسلیت این رو به هم میگیم؟ تسلیت یعنی دور کردن غم و غصه. اصلا وقتی میخوام برن شهر بازی میگم بریم یکم تسلیه کنیم، و این آیه تسلیه دلهای ماه که از غم یا هر مصیبت دیگه‌ای زخمی شده. اصلا میدونید چیه؟ ذات این دین ضد غمه و معادل غم یا همون حزن تو هیچ جای قرآن ستوده شده نیومده، بلکه برعکس پاداش مؤمنان رو بی غمی و بی ترسی ذکر کرده. و یکی از بزرگترین پاداش‌های بهشت که تو دنیا هم اتفاقاً دست یافتنیه همینه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برعکس غم‌های فلسفی و شاعرانه که هیچ راه در روی بهت نشون نمیده، آیات قرآن همیشه و در اوج سختی‌های دنیا پنجره‌ای به سوی آسمان برود باز میکنه، با یه دنیا خنده و رنگ و روشنایی و بوی تازگی خاک بهشت و رودی روان. اگه از فنای دنیا میگه بعدش از جاودانگی میگه، اگه از گذر عمر میگه بعدش از جوانی ابدی میگه، از بازگشت به اون خونه اولی، جایی که احساس غریبی نمی کنی، جایی که خونه خودته. این آیه اصلاً غمگین نیست. انا لله و انا الیه راجعون.